من خالصانه به خاطر الله این رو انجام میدم، یگان نیت هم ندارید که مردم از این باخبر شوند، کسی شما رو تعریف کند و از صدقه کردگیتان فقط رضایت الله در شما هست که پروردگار قبول کن از من. برای آن که یکی از نشانه های خالصی این است که انسان خیر رو میکند و به الله دعا میکند ربنا تقبل منا. ها در سوره بقره خواندگی بودیم که نکوکاران، انسان های صالح بعد از عمل انجام دادن مغرور نمیشوند، باز دعا میکنند که الله هم این عمل کرده مرا بریا قبول کن، پروردگار بریا از من قبول کن. وقتی که شما به خاطر الله کردید و به الله دعا هم میکنید، باز ترس هم دارید که یکی خطا نکرده باشم، برای اون که ترسیدن که یکی کاری من گناه ریا نباشد. خواهران عزیز، این یکی از نشانه های تقوا هست. یعنی یک عمل صالح رو انجام داده، بعد از آن یکی همین کاری کرده من به خاطر مردم نباشد.